شبکه‌های وهابی مدام هی تحدی میکنن که و سوالشون اینه که آیا عالم شیعی، آیا شخصی در بین شیعیان پیدا میشه که شهادت حضرت زهرا رو از کتب شیعه و سنی با سند صحیح برای ما اثبات کنه؟ البته خب یقینا این بحث بارها و بارها مطرح شده برای کسانی که جوینده حقیقت هستن، بالاخره این بحث حل شده هست، اما بدونن شیعیان و امشب با لحن و استدلالات محکم و مستند حضرت علی انشالله اونای کسانی که بالاخره با قصد و غرض این مطالب رو مطرح کردن انشالله دهانشون بسته خواهد شد و ما انشالله اگر وقت اجازه بده از کتب شیعه و سنی انشالله، حالا اگر مطلبی هست شما بفرمایید، با سند صحیح برای اثبات شهادت حضرت زهرا. حالا خودتون سلام میدین هر جور که مایل شروع بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شبکه‌های وهابی در هر فرصتی و در هر برهه‌ای از زمان دنبال یک فرصتی می‌گردند بیان شعارهای تو خالی بدن و یک سری تحدی‌ها بکنن و یک سری حرفایی رو مطرح بکنن و متاسفانه ما تا به حال نبوده یک موردی اینها تحدی کرده باشند جواب محکم و قاطع نداده باشیم. حتی یک مورد من سراغ ندارم. نه تنها اینها، خدا را شاکر هستم، من حدود 200 خورده جلسه ای که در عربستان داشتم با اساتید دانشگاه، با مفتیانشون، با مفتی اعظم، به صدیقه طاهره سوگند میخورم یک موردی نبود اینا شبهه‌ای رو مطرح کنن که ما در جواب عاجز باشیم. یعنی این افتخار شیعه هست، بنده که عددی نیستم. شیعه الحمدلله مذهبش برگرفته از قرآن و سنت راستین رسول اکرم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هست و ائمه علیهم السلام به قدری ادله و برهان برای حقانیت این مذهب بیان کرده اند. به تعبیر خود امام صادق فرمود حاج الناس به کلامی، با مردم با سخنان ما برید مناظره کنید، فإن حجوکم فانا المحجوج. اگر شکست خوردید شکست شما شکست منه. یا اون مرد شامی میاد در منی خدمت امام صادق عرض میکنه ابن رسول آمدم با تو مناظره کنم. حضرت ابتدا به حمران ابن اعین میگه پاشو مناظره کنین. مرد شامی رو داره بهش بر میخوره که این رو مرحوم کلینی در جلد اول کافی صفحه 171 172 داره و مرحوم شیخ کشی در رجالشون حدیث اگر اشتباه نکنم 474 هست. این مرد شامی بهش بر میخوره میگه ابن رسول الله من جئتک لاناظره، که با تو مناظره کنم نه با این بره بچه ها. حضرت فرمود این غلبت حمران فقط غلبتنی. اگر با حمران مناظره کردی پیروز شدی، به من امام صادق پیروز شدی. یعنی امام صادق سلام الله علیه این چنین نیروهایی رو تربیت کردن به قدری برای ما آثار اهل بیت هست. من در یکی از سفرهام به آلمان در یک جلسه‌ای که تعدادی از پزشکان اکثرشون هم فوق تخصص بودن که یکی از اینها برگشت گفت فلانی ما باور نمی کردیم شیعه اینقدر دلیل و برهان برای حقانیتش داشته باشه و ما امروز برای شیعه بودنمون افتخار میکنیم. یا ما یک شب همینجا یه برنامه داشتیم، یا خانمی از نیویورک زنگ زد و گفت فلانی من الان 20-25 سال در اینجا هستم، همسایه همون اکثرا از کشورهای عربی هستن، سنی ان وهابی ان. بحث شیعه سنی که مطرح میشه من معمولا از مجلس میرم بیرون، چون نه توانایی پاسخ دادن دارم و نه تاب تحمل دارم. ولی من الان 3-4 ماه برنامه های شما رو دارم میبینم، الان دنبال یک سنی وهابی میگردم باش مناظره کنم. یعنی مکتب شیعه اینه، مکتب اهل بیت اینه.
ولذا این آقایان این تحدی هایی که دارن میکنن، ما الحمدلله رب العالمین، شکر خدای عالم، بارها و بارها پاسخ دادیم و ما یک سوالی از اساسی، آن چندین سوالی از اینها کردیم، نتونستن به ما جواب بدن. یعنی یک سوال خیلی عامیانه که بچه تو گهواره هم میفهمه. به اینا گفتیم آقا شما یک سندی برای این قرآنی که دارید میخوانید، دیگه از این بالاتر که نیست، یک سند صحیحی که به شما این قرآن رسیده باشه اعلام کنید. نتونستن تا به حال یک سند صحیحی بر مبنای اهل سنت برای اثبات صحت سند قرآن ندارن. چون ما 1400 سال با اسلام و رسول اکرم فاصله داریم و آقایان هم معتقد هستند که نبی مکرم نستجیر بالله نستجیر بالله این اندازه فکرش نرسیده که قرآن رو جمع کنه. بعد از او خلیفه اول آمد جمع کرد و خود آقایان معترف هستند، حتی خود عایشه همسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت می نویسه بر اینکه وقتی که قرآن را داشتن می نوشتن، من این عبارت رو اگر بیارم من نشان بدم برای عزیزان خیلی جالب هست. بله، در کتاب الاتقان جلد 2 صفحه 66، درالمنصور جلد 5 صفحه 180، تفسیر آلوسی جلد 21 صفحه 142 میگه سوره احزاب در زمان پیغمبر ما میخواندیم 200 آیه داشت. الان سوره احزاب چند تا آیه دارد؟ بیش از 82 آیه دارد. این 130 تا آیه کجاست؟ به ما نشان بدن کجا رفته. میگه در زمان پیغمبر سوره احزاب 200 آیه داشت، الباقی این آیات کو؟ ثابت کنید برای ما دیگه از این بهتر، از قرآن بالاتر میخوان آقایان، دیگه از قضیه حضرت زهرا، حضرت امیر، از همه بالاتر دیگه، ثقل اکبر دیگه. قرآن ثقل اکبره. امام حسین برای احیای قرآن خودش رو به شهادت رساند. یا باز در کتاب صحیح سنن ابن ماجه آقای البانی با سند صحیح نقل میکنه در جلد 2 صفحه 148 از قول باز عایشه، میگه آیه رجم، آیه رضاء کبیر در یک خلاصه برگی نوشته بودیم ما، برگ درختی، تحت سریری، زیر رخت خواب من بود. فلما مات رسول الله تشاغلنا به موته. پیغمبر که از دنیا رفت من مشغول دفن کفن پیغمبر بودیم. دخل داجن فاکلها. داجن به معنای شاته، حالا گوسفند، بز، بزغاله. بزغاله آمد و حالا دیگه این بزغاله چقدر بزغاله فهمیده بود، داخل اتاق شد، فهمید زیر رخت خواب عایشه یه برگ خلاصه درخت سبزی اونجا هست، اونم آیه قرآن نوشته شده در اونجا، رفت این رو خورد. این آیه قرآن رفت تو شکم این بزغاله یا این بره. ما به این آقایان گفتیم آقا شما بفرمایید اگر برای ما اثبات کردید این آیه ای که بزغاله خورده رفته شکمش چه بوده، ما حاضریم قول دادم در همین امارات 100,000 درهم به اینها بدم که میتونن با او نه تنها 10 تا گوشی آیفون بلکه 100 تا گوشی آیفون بخرن. خب ولی نتونستن جواب بدن. ببینید اینها یک سری حرفهایی میزنن، میگن من کان بیته من الزجاج فلا یرمی الحجر. یه ضرب المثل عربی است. کسی که خانه شیشه‌ای دارد هرگز سنگ به خانه کسی پرت نمیکنه.
چون وقتی سنگ پر کرد اونم جواب داد، کل خانه شیشه‌ای فرو میریزه. ما بارها از این آقایان خواستیم ولی خب متاسفانه هیچ جوابی ندادن. این روایت بزغاله عایشه را البانی میگه صحیح، آقای ابن حزم اندلسی در المحلا جلد 11 صفحه 235 میگه این روایت صحیحه. بله، با روایت صحیح نقل میکند تشاغلنا بموتی فدخل داجن فاکلها. این رو بیان جواب بدن به ما. یعنی اینا در اولیات گیر دارن، در این قرآنی که هر روز دارن قرائت میکنن، نه یک سند صحیحی دارن و سراپا این روایت ها رو که ما به سند صحیح نقل میکنن میگن زمان پیغمبر بوده، جزء قرآن بوده، ما میخواندیم اینها را. ولی وقتی که زمان عثمان یا ابوبکر جمع کردن دیگه دسترسی پیدا نکردن، دیگه این آیات از بین رفت. صحابه هم کسی نمیدونست. بله، صحابه هیچ کس هم خبر نداشت. هیچ کسی، یعنی این آیه نازل شد پیغمبر فقط برای عایشه گفته بوده. ایشون هم روی یک برگ کاغذ، هم اونجا کاغذ اینا که نبود، رو برگ درخت نوشته بود اونجا. حالا برگ درخت گردو بوده، نمیدانم توت بوده، چه بوده، در اونجا نوشته بوده که فرزن بعداً در قرآن در صحیفه خودش چیز کنه، بنویسه. خب این قضایا دلالت میکند که هم تحریف قرآن را آقایان اعتقاد قاطع دارن و یک سند صحیح هم ندارن. حالا این آقایان اومدن در رابطه با شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها از ما سند صحیح میخوان. ما هم چشم، ما سند صحیح، نه تنها در رابطه با شهادت حضرت زهرا، کتک خوردن حضرت زهرا سند صحیح داریم، شکستن پهلوی حضرت زهرا سند صحیح داریم، آتش زدن درب خانه حضرت زهرا سند صحیح داریم، سقط شدن محسن سلام الله علیه سند صحیح داریم، همه اینها را و شهادت هم داریم. حالا من امشب برای اینکه این آقایان یه مقدار روشون کم بشه، من به چند موردی از این روایت ها را میخوانم، امیدوارم که این به گوش این حضرات برسد، یه مقداری روشون کم بشه. خب مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی جلد اول چاپ بیروت صفحه 291، چاپ تهران صفحه 458، محمد ابن یحیی، حالا ما میگیم محمد سگه هست یا سگه نیست، امرکی ابن علی ان علی ابن جعفر، 3 تا واسطه هم بیشتر نیست. محمد ابن یحیی استاد کلینیه، امرکی استاد محمد ابن یحیی، علی ابن جعفرم فرزند امام صادق برادر امام کاظم و عموجان امام رضا سلام الله علیه، که این فاطمه صدیقه شهیده. از این واضحتر، از این روشنتر، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا. اونجا دیگه کلمه شهدا در کنار صدیقین میاد، دیگه صراحت داره که بیان آقا نه آقا شاهد بوده، بخوادم شاهدم بگیرم ما حرفی نداریم ها. اینا قائل باشن بر اینکه حضرت زهرا شاهد بر اعمال امت خودش به ضرر اونهاست، به ضرر اونهاست. ولی این واضح و روشنه. جالب این هست، اولا مرحوم علامه مجلسی در کتاب مرآت العقول جلد 5 صفحه 315 میگه الحدیث الثانی صحیح. این یک شهادت که ایشون میگه روایت صحیحه. مجلسی اول در کتاب روضة المتقین جلد 5 صفحه 343 ایشون هم در اونجا به صراحت میگه صحیح. من اگر این چیز رو نگرفته بودم، من اگر
بتوانم الان این کتاب روضة المتقین رو من بیارم به عزیزان نشان بدم. جلد 5 صفحه 343. این جلد 5 روضة المتقین دوستان من رو من محبت بکنن. این جلد 5 صفحه 343 بفرمایید. و فی القوی کالصحیح اند. بله برای شما عرض کنم. بله و اینی لم بله ماذا 300 اجازه بدید من این دوباره بله کاملا به صراحت حضرت ایشون میگه روایتی که هست از حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها با واژه کلمه السلام علیک یا بنت السلام علیک تا اونجایی که میاد میگه السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیده. دیگه از این بهتر میخوام داشته باشیم، از این واضح تر و مهمتر از اینها. مرحوم آیت الله العظما خویی رضوان الله تعالی علیه از مراجع عظام تقلید و متخصص در رجال، کتاب معجم رجالش 21 جلد چاپ شده همه میدانن، و مرحوم شیخ جواد تبریزی از مراجع عظام تقلید رضوان الله تعالی علیه ما در کتاب صراط النجات جلد 3 در صفحه 441 میگه بسند معتبر عن الکاظم علیه السلام ان فاطمه صدیقه شهیده. 4 تن از بزرگان ما، علامه مجلسی اول، مجلسی دوم، آیت الله العظما خویی، آیت الله العظما شیخ جواد تبریزی شهادت میدن این روایت صحیحه. اگر از دیدگاه ما میخواید همون علامه مجلسی که خودش متخصص در علم رجال هست در مرآت گفت برای ما کافیه. ما 3 تای دیگر هم اضافه کردیم. از نظر ما یقینی شهادت حضرت زهرا یقینی که هیچی. مرحوم مجلسی میگه من المتواترات. من المتواترات. شما ببینید محمد ابن یحیی اولین راوی ما هست. این رجال نجاشی عزیزان دقت کنن. نجاشی متوفای 450 هست، چاپ جامعه مدرسین با تحقیق آیت الله العظما شبیری زنجانی حفظه الله تعالی. خب در صفحه 353 ابو جعفر العطار القمی محمد ابن یحیی شیخ اصحابنا فی زمان ثقة عین کثیر الحدیث. دیگه از این بهتر میخواد توثیق داشته باشه. آقای خویی هم رضوان الله تعالی در جلد 19 معجم الرجال همین تعبیر را از نجاشی نقل میکنه و از شیخ و از بزرگان دیگر. نفر دوم امرکی ابن علی هست. باز در رجال نجاشی ما میبینیم در صفحه 303 حدیث شماره 828 ایشون میفرماید شیخ من اصحابنا ثقتون. دیگه از این واضح تر. نفر دوم هم علی ابن جعفر. علی ابن جعفر دیگه وثاقتش شیعه سنی همه اعتقاد بر وثاقت علی ابن جعفر دارن. مرحوم شیخ در فهرست در باب العین صفحه 87 شماره 367 میگه جلیل القدر و ثقتون. دیگه از این واضحتر، از این روشنتر ما بخواهیم سندن صحیحه. 4 تا هم از فقهای ما بزرگان ما شهادت به صحت روایت دادن. ان فاطمه صدیقه شهیده. خب آقا جان اون موبایل هایی که دارید شما ببرید بدید برای اون امواتتون که حالا نمیدانیم در برزخ چه حالی دارن، حال خوبی دارن بدی دارن، یک صدقه بدهید، حداقل در عذابم هستن عذابشون یه مقداری کاسته بشه. یا برید این کتابا رو بخرید نگاه کنید خودتون. بله همون به قول شما فرمایش قشنگیه. اینها را بدید برای شما عرض کنم این کتاب ها را بخرید نگاه کنید ببینید واقعا ما
راست میگیم یا راست نمیگیم. روایت دوم، مرحوم کراجگی از فقهای بزرگ شیعه هست، از علمای بزرگ شیعه هست. کتابی دارد به نام کنز الفوائد، چاپ بیروت هم هست، در جلد اول صفحه 149 150. در اینجا هم به صراحت دارد که اون کسانی که در حق حضرت زهرا ظلم کردن مورد غضب خدا قرار میگیرن. همون تعبیری که در صحیح بخاری هست، من اغضب فاطمه بضعة منی من اغضبها فقط اغضبنی. دیگه این رو ما بارها گفتیم و آدرسش هم به قدری گفتیم که این بچهای کوچیک خونه هم حفظ هستن. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 210 حدیث 3714، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202، باز صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 حدیث 3093، جلد 5 صفحه 85 حدیث 4240. به صراحت دارد که غضب زهرا غضب من پیغمبره، غضب من غضب خداست. یا فاطمه ان الله یغضب لغضبک و یرضی لرضاک. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 153 میگه روایت صحیح است و بزرگان اهل سنت هم شاید 10-12 نفر صحت این روایت رو تصریح کردن. در اینجا همین از مورد غضب خدا قرار میگیرد اون کسی که در حق فاطمه ظلم کند و یقتلها و او را بکشد. در کنز الفوائد این روایت رو وقتی نقل میکنه ابوالحسن ابن شازدان، برای شما عرض کنم از پدرشون از ابن ولید از محمد ابن حسن، برای شما عرض کنم ابن ولید صفار، محمد ابن حسین صفار، محمد ابن زیاد، ابن ابی امیر، مفضل ابن عمر، ان یونس ابن یعقوب. ما دونه دونه اینها رو بررسی میکنیم. خود مرحوم کراکجی که از فقهای بزرگ شیعه است، مرحوم آیت الله الزماخویی در معجم الرجال جلد 17 در صفحه 357 ایشون تعبیرش این هست که قاضی ابوالفضل محمد ابن علی ابن عثمان الکراجکی له اخبار الاحاد قال شیخ منتجب الدین فقیه الاصحاب، فقیه شیعیان بوده و مرحوم شیخ حر عاملی گفته عامل فاضل متکلم فقیه محدث ثقة جلیل القدر. این صاحب کتاب. اما ابن شازدان باز آیت الله الزماخویی در جلد 16 معجم الرجالشون وقتی میان مطرح میکنن ایشون میگه آقا و هو ثقة لانه شیخ النجاشی و قد عرفت ان مشایخه کلهم ثقات. نجاشی گفته که تمام اساتید من شهادت میدهم بر وثاقتشون. یکی از اساتید نجاشی ابوالحسن ابن شازدان هست، پدرشون احمد ابن علی ابن حسن ابن شازدان. رجال نجاشی باز میاد به ایشون که میرسه میگه آقا شیخنا الفقیه حسن المعرفه جزء شیوخ ما هست و اساتید ما هست و از فقهای ما هست. محمد ابن حسن صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات کان وجها فی اصحابنا القمیین ثقة عظیم القدر. دیگه از این بهتر، از این واضحتر، از این روشنتر. در رابطه با ابن ابی امیر خب شما ببینید جلیل القدر عظیم المنزله فینا و عند المخالفین. هم شیعه ها قبول دارن ابن ابی امیر را، هم سنی ها قبول دارن و از اصحاب خاص امام رضا سلام الله علیه و امام جواد سلام الله علیه ما بوده و در سال 217 هم ایشون
از دنیا رفته. حالا من برای این که شاید، البته این وهابی ها عقلشون نمیرسه به این چیزها، بعضی وقتا هست که شاید بعضی ملا نقطی پیدا بشه بیاد بگه محمد ابن صفار متوفای 290 این 219 217 است، آیا این فاصلش چطوریه؟ ما به تعبیر مرحوم شهید صدر تعویض سند میکنیم. یکی از راهکارهای توثیق روایت و تصحیح روایت تعویض سنده. یعنی ما ببینیم طریق این آقا به کتابهاش چه بوده، میریم طریق رو پیدا میکنیم، سند رو تصحیح میکنیم. ما میریم شرح حال ابن ابی عمیر رو در کتاب فهرست شیخ طوسی بررسی میکنیم. عرض کردم این آقایان سر در نمیارن چیه، اونا که اهل فنن میدونن من چه دارم میگم. و اخبرنا بها، و به تمام کتابهای برای شما عرض کنم ابن ابی عمیر برای شما عرض کنم خبر داده ابن ابی جید ان ابن ولید ان صفار ان یعقوب ابن یزید و همچنین محمد ابن حسین ابوالخطاب، ایوب ابن نوح و همچنین ابراهیم ابن هاشم و محمد ابن عیسی ابن عبید ان صفار. خب بس این دیگه مشخص شد بر این که واسطه بین آقای صفار و ابن ابی عمر همه ثقه هستند بلا استثناء، بلا استثناء. فرضاً اگر از معمرین باشد این ضرری نمیزند، چون ما بعضی از راوی هایی داشتیم که مثلا حتی از صحابه 113 110 سال عمر کرده بودند. اگرشون از معمرین باشد بین 217 تا 290 خیلی فاصله ای نیست. و ابن ابی عمیر هم از نظر ذهنی در یک مرحله بوده که حتی شاید بگیم قبل از 10-12 سالگی کاملا مسلط بوده به مبانی فقهی شیعه، این ضرر نمیزنه. معمر هم که نباشد واسطش همه جا مشخص است. و اضافه ابن ابی عمیر که رسید روایت، ابن ابی عمیر از کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. این دیگه مسئله قطعی بین فقهای ماست، همه فقها قبول دارن. ابن ابی عمیر، بزنتی و صفوان، این سه بزرگوار از مشایخ الثقاتند و روایت مرسلشون با مسندشون، البته آقایان اهل سنت هم دارن، تعدادی از بزرگانشون میگن لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتین، ما هم داریم. و خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب العدة فی اصول الفقه صفحه جلد اول صفحه 154 میگه ثبت الطائفه بین ما یرویه محمد ابن ابی عمیر و صفوان بن یحنا و احمد ابن محمد ابن ابی نصر بانهم لا یروون ولا یرسلون الا امن یوثق به. وقتی سند روایت به این سه نفر رسید دیگه بررسی بعدی نیازی ما نداریم. همین قاعده مرز کردم در اهل سنت هست، ولی ما باز به این هم اکتفا نمی کنیم. راوی بعدی مفضل ابن عمر هست، همینی که صاحب کتاب توحید. مرحوم شیخ مفید در ارشاد میاد میگه از کسانی که از امام صادق نصی بر امامت امام کاظم آورده اند، از افراد صحابی خاص و محرم اسرار امام صادق و از کسانی که ثقه هستند و فقیهن و صالح هستند، یکیش مفضل ابن عمر هست. مرحوم شیخ مفید شهادت میده از اصحاب خاص امام صادق بوده، صاحب سر امام صادق بوده و مورد وثوق امام صادق بوده. از این بهتر، از این واضحتر. یونس ابن یعقوب هم باز همینطور رجال نجاشی شما مراجعه بفرمایید و کان حزیا عندهم موثقا. و اینها راویانی هستند که مرحوم کراجکی روایت رو از اینها نقل کرده، کاملا سند بلا شک چیه؟ صحیحه. از این گذشته ما میبینیم در کتاب سلیم ابن قیس هلالی
در چند جا، نه یک جا نه دو جا، واژه قاتل و قتل یقتل آمده. خدا مورد غضب قرار بدهد، پیغمبر فرمود قاتل تو را یا زهرا. پس مشخصه حضرت زهرا به مرگ طبیعی از دنیا نرفته، حضرت زهرا را کشتن. حالا ما اینکه کی کشته کی نکشته فعلا بحثمون نیست، آقایان برن پیدا کنن خودشون. اصل قضیه اثبات شده است. اصل قضیه شهادت حضرت زهراست. در رابطه با کتاب سلیم ابن قیس هم ما بارها قبلا هم گفتیم، مرحوم نعمانی صاحب کتاب الغیبه، ایشون در کتاب الغیبهش میگه کتاب آقای سلیم ابن قیس من اکبر کتب الاصول التي رواها اهل العلم و هو من الاصول التي ترجع الشیعه الیها و یعول علیها. این کتاب از کتابهای اصولی شیعه هست، شیعه به او مراجعه میکنه و به او اعتماد دارد. مرحوم سید ابن طاووس در کتاب تحریر طاووسی میگه تضمن الکتاب ما یشهد بشکرهی و صحت کتابه. مرحوم مجلسی اول میگه کتاب صحیحه، مجلسی دوم میگه کتاب صحیحه، شیخ حر عاملی میگه کتاب مورد اعتماده، میر حامد حسین میگه روایاتش صحیح مورد اعتماده، مرحوم مامقانی میگه کتاب صحیحه، مرحوم تستری میگه روایت صحیحه، کتاب صحیحه. آقای خویی رضوان الله تعالی در معجم رجال جلد 9 صفحه 230 میگه کتاب مورد اعتماده. یعنی که بعضی ها آقا کتاب سلیم ابن قیس چنین است چنان است و اینها حرفهای مفتی است میزنن و پشتوانه علمی ندارد و دلیل بر بیسوادی اینهاست. حالا اگر در یک گوشه یک جایی یک کسی آمد تضعیف کرد، وقتی این بزرگان آمدن میگن این کتاب درست است و صحیح است و از کتاب‌هایی است که شیعه در طول تاریخ به او اعتماد داشته، دیگه ما با توجه به این اگر یک کسی هم در یک گوشه بیاد بگه مثلا حرفی بزند نسبت به کتاب، دیگه این رو براش ارزش قائل نیستیم. خود سلیم ابن قیس هم که دیگه کاملا واضح و روشن هست، مرحوم آیت الله العظما خویی بعد از بحث بررسی ایشون از نجاشی نقل میکنه، میگه من سلفنا الصالح فی الطبقه الاولی. و همچنین ایشون میفرماید سلیم ابن قیس ثقة جلیل القدر عظیم الشأن. از این بهتر؟ پس این روایت هم که سلیم ابن قیس آورد، این روایت هم برای ما شد یک صحیح. باز روایت دیگر سلیم ابن قیس دارد در جای دیگر، لما قبض النبی و صنع الناس ما صنعوا، بعد از رحلت پیغمبر مردم اون کارهایی که انجام دادن تا اون جایی که میگه میان برای شما عرض کنم در خانه حضرت زهرا را میشکنن و پهلوی حضرت شکسته میشود و جنینش سقط میشود، تا اون جایی که به صراحت میفرماید فلم تزل صاحبت فراش حتی ماتت من ذالک شهیدتن. با شهادت از دنیا می رود. اینی که بعضی ها میگن مات نمیدانم یا وفات منافات با اینا دارن نمیفهمن. موت و وفات یعنی انتقال از این دنیا به این دنیا، خلاصش عوامیش عوامانش انتقال از این دنیا به اون دنیا، یا با مرگ طبیعی یا با تصادف یا با سکته است یا با شهادته. میگه ماتت من ذالک شهیدتن، از دنیا رفت در حالی که شهید بود. اینجا قید میکنه در واقع دیگه، شهادت هم قید میکنه و تصریح میکنه، تصریح داره بر شهادت. کامل زیاره ابن قولوی مرحوم آیت الله العظما خویی در معجم الرجالش میگه طبق شهادت ابن قولوی در اول کتابش تمام راویان این کتاب ثقه هستند،
یعنی روایتی که در کامل الزیاره آمد در تفسیر علی ابن ابراهیم از دیدگاه بزرگان امامی سایت الله العظماخویی روایت صحیح است. در این کتاب هم باز بحث را مطرح میکنه. در اینجا قاتل امیر المؤمنین و قاتل فاطمه و محسن، کلمه قتل و شهادت آمده. مرحوم شیخ صدوق در اعمالیش به همین شکل میاد، بحث رو مطرح میکنه و قضیه شکست شدن پهلوی حضرت رو مطرح میکنه، غصب حقوقش رو میگه فتقدم علی محزونتا مکروبتا مغمومتا مغصوبتا مقتوله، در حالی که او را شهید کردن حضرت زهرا نزد من خواهد آمد. دیگه من نمیدانم با چه زبانی ما بیاییم از این آقایان بخواهیم بگیم آقا یک سند از ما خواسته بودید، ما چندین سند صحیح و معتبر از دیدگاه ما. شما اگر مبنای ما را میخواید این مبنای ما، اگر نه مبنای خودتون رو میخواید ما کاری نداریم. حرف شما که برای ما حجت نیست. به قول ابن حزم اندلسی میگه اگر ما بخوایم احتجاج کنیم به شیعه نباید به کتابهای خودمون احتجاج کنیم، برای اینکه اینها کتابهای ما را قبول ندارن. شیعه هم بخواد احتجاج کند به ما به کتابهای خودشون درست نیست، چون ما کتابهای اونا را قبول نداریم. هر مذهبی برای خودش یک مبنای رجالی داره، مبنای حدیثی داره و بر مبنای حدیثی خودش میاد چه کار میکنه؟ مطالبی رو مطرح میکنه. اگر مبنای ما را این فقهای ما بزرگان ما را میخواهید، این بزرگان ما همه شهادت دادن، حضرت زهرا سلام الله علیها شهید شده. شما یک سند خواستید، ما عوضش 6 تا 7 سند صحیح از منابع خودمون برای شما ارائه دادیم. و در کتب اهل سنت هم باز برای شما عرض کنم، ما کتاب جوینی فرائد السمتین جلد دوم صفحه 34 اونجا هم کلمه مقتوله دارد، اون هم این عبارت